اوکی دوستان شروع میکنیم و من عین حال اکران خود رو برای شما نشان میدم که کدام کلمه ها را ما میآموزیم. یعنی 20 عباره زمستانه از زبان ماست. یعنی ما امروز آیه 20 عباره گپ میزنیم یا که ایدیوم گپ میزنیم. یکم ایدیومی که ما امروز آیه اون گپ میزنیم این cold snap است. cold snap دوستان در زبان تاجیکی ترجمه می شود همچون یک باره آمدن زمستان است. یعنی cold snap یک باره آمدن زمستان است. وقتی که زمستان بنهاد ناگهان می‌درآید، یعنی دیروز هفته گذشته هوا گرم بود و یک باره هوا می‌درآید، ما رو می‌توانیم بگوییم که cold snap یعنی یک باره درآمد. و کلمه دیگر مثلا Emily wasn't prepared for the cold snap. All of her coats were still in storage. یعنی امیلی برای اومدن زمستان اومده نبود یک باره و همه لباس های وای در جمدان بودن، یعنی آنها رو وای برآورده نتوانست. سال دیگر یا که عباره دیگر این dead of winter است. dead of winter این معنی آن را دارد. اگر تحت لفظی کلمه با کلمه ترجمه کنیم این مرده زمستان است. یعنی وای یگون معنی ندارد مرده زمستان. اما معنای اصلی این عباره یا که این ایجا در آن است که این روز خنکترین زمستان رو در نظر، یعنی روزی از همه خنک زمستان رو ما the coldest the darkest part of winter، یعنی روزی که هفته خنکترین زمستان رو ما dead of winter میگوییم. در مثال توجیکی ما چیله خردک میگوییم آن رو استفاده میبریم، یعنی از همه ماه خنکترین در زمستان. مثلا it feels like the dead of winter out there. به نظر چنین میرسد که از همه روزهای خنکترین زمستان لکه آمدن is out there یعنی در اینجا. برای دیگر put something on ice. put something on ice یعنی یگون چیز رو در بالای یخ گذاشتن، چیزی رو در بالای یخ گذاشتن. و معنای اصلی این عباره که این ایجام در آن است که to stop doing something، یعنی از اجرای یگون کار دست کشیدن، یگون کار رو بس کردن و دیگر اجرا نکردن است. یعنی to stop doing something یگون چیز رو اجرا نکردن است. مثلا Halbert's going to put the project on ice until he gets a response from his supervisor. هربرت نیت دارد که لایحه خود را تماما بس کند، اون را دیگر اجرا بگیرد. یعنی to put something on ice یعنی بس کردن چیزی دست کشیدن. عباره دیگر pure as a driven snow. pure as a driven snow. ترجمه و معنای این کلمه همون است که to be innocent and chaste یعنی پاکدامن و تماما بیگناه بودن است. یعنی وقتی که شما یگون کار اجرا نکرده اید، یگون گناه نکرده اید و شما میگید که من یگون گناه ندارم، شما میتونید بگید که I am pure as a driven snow. من با مثل برف نو بریده تازم. I am pure as a driven snow. مثلا I never thought Madonna was pure as a driven snow, but the book she wrote is crazy. من تمام فکر نمی کردم که مادونا اینقدر بگناه است و پاکدامن است، اما کتابی که وی نویسنده است این یک دیوانگی است. برای دیگر to be on thin ice. to be on thin ice. on thin ice یک تنک بودن. thin این تنک است. و معنای این ایدیوم در آن است که to be in a risky situation یعنی در حالت خطرناک بودن. یعنی تصور کنید دوستان وقتی که شما در بالای یگان یخ میروید و اون یخ تنک است و شما هر یک دم خود در خطر حس میکنید که مبادا که یخ میشکند و من میافتم یا که من میافتم. یعنی to be on thin ice معنی اون را دارد که این شما در حالت خطرناکه. مثلا if you keep asking him about his ex-girlfriend, you will be on thin ice. اگر تو اویدی دوست دختر پیشینه‌اش از او پرسیدن گیری، تو در خطر کلانی. You will be on thin ice. تو خطر می شود. تو علاقه در خطر اگر با او سوال دادن گیری.
مثال دیگر to break the ice. to break the ice. to break the ice معنای ترجمه تاجیکیش این شکستن یخ است، یعنی یخ رو شکستن. break شکستن است و ice یخ. to break the ice. اما معنای این کلمه اون است که to create a more friendly and relaxed atmosphere. خوب یک حالت موافق برای دیگران تشکیل کردن است. یعنی شما وقتی که با یگان کمپانی نو میروید، شما آدمان نو را در انجام میبینید و شما کم خود رو ناراحت حس میکنید، یعنی شما شرم میدارید. در این حالت to break the ice کسی پیدا میشود که یگان شوخی میکند، کسی پیدا میشود که شما رو با دیگر شناس میکند. این حالتی است که break the ice یعنی یخ رو شکستن است، یخ شما رو شکستن و شما خود رو با راحت حس کردن است. مثلا Charmaine was great at breaking the ice. She always knows what to say to people. چارمین میگه در شکستن یخ یعنی در دوست کردن مردم و حالت خوب برای مردم فراهم آوردن بینهایت خوب است و همه وقت میدوند که با دیگران چی گوید. She always knows what to say to people. با آدمان چی گوید. برای دیگر to run hot and cold. to run hot and cold یعنی خنک و گرم دویدن است. دویدن و خنک و گرم. یعنی این یگان معنی ندارد. چقدر که گفتیم ایدیوم ها در ترجمه شون یگان معنی ندارد، اما معنیشون تماما دیگر است. یعنی معنی to run hot and cold این است که شما دو دیلاید، یعنی یک فکر عمیق کردن نمیتونید. فرض کردیم شما با من یک تلفن رو فروختنیه، شما میگید که با تلفن مرا میخر و من الکی دو دیلم I'm running hot and cold. آیا من خرم یا که نخرم اون رو، یعنی این کار اجرا کنم یا که نکنم. تو رات hot and cold دو دیلا بودن و فکری عمیق دریافت کردن نتوانستن است. یعنی شما نمیتونید که عمیق یک طرفی مسئله رو گیرید. مثلا Alexis feelings about her run onto and cold, hot and cold. 1 minute he loves her and the next he's bored of her. حسیاتی الکسی نسبت به او دو دیلا بودن، یعنی نامعلوم بودن. یک زمان وی او را دوست می داشت و زمان دیگر لحظه دیگر از او نفرت داشت، یعنی از او دلگیر بود. مثال دیگر the cold shoulder. عبارت دیگر the cold shoulder. در ترجمه این ترجمه می شود شانه خنک. شانه خنک the cold shoulder. معنای این عبارت یا که این ایدیوم در آن است که شما یگان کس رو نادیده میگیرید، با او گپ نمیزنید. to reject someone یگان کس رو نادیده گرفتن and to not speak to someone با یگان کس گپ نزدن، یگان کس رو تماما با او گپ نزدن. مثلا Laura giving me a cold shoulder. Laura با من گپ نمیزند. I guess she's still mad that I forget her birthday last week. من فکر میکنم که وای تاها خشمگین است. mad این دیوانه بودن است. She's still mad و تاها دیوانه است، خشمگین است که من هفته گذشته روزی زودروزی او را فراموش کردم. Laura is giving me a cold shoulder. وقتی که شما با شما اون کس گپ نمیزند، با دوستتون یا شناستون با تلفن شما جواب نمیدهد، این معنی آن را دارد که they are giving you a cold shoulder. A cold shoulder. عبارت دیگر the snowball effect. The snowball effect. snowball effect این آن همون افکت و آن همون نتیجه چیزی است که اگر شما یک بلد بازی کرده باشید و بوی برفی ساخته باشید در برفی، ما یک برفی خرد رو میگیریم و اون رو در بالای زمین توب میدیم و با او برفای دیگر رو با خود جمع میکند و رفت کلون شدن میگیرد و در آخر یک لای برفی کلون میشود. The snowball effect این همچنین است، یعنی when something small keeps growing in importance or significance. یعنی یک چیز روز تا روز یا که لحظه به لحظه ترقی دادن میگیرد یا که کلون شدن میگیرد. It means that this is a snowball effect. اگر تو این کار نکنی بعد این میشد، این مشکلات تو چند زیاد میشن یا که فایده تو چند زیاد میشد، همه این snowball effect است. یعنی یک چیزی خورد تو رفت کلون شدن میگیرد. مثلا Gangnam Style
popularity was such a snowball effect. یعنی مشهوریت گانگام استایل یکی از نتیجه های سنوبال افکت است. یعنی سنوبال افکت در اینجا کار کرده است. و عباره آخران برای امروز دوستان این snowed under یعنی در تگ برف موندن است و در تگ برف موندن اون در نظر دارد که وقتی که شما از کاری زیاد دیگر وقت ندارید، یعنی to be overwhelmed usually with responsibilities. شما عهده‌داری های بین‌نهایت زیاد دارید که برای خود تماما وقت نمی‌برید. مثلا I'm sorry I can't go to the party tonight. I'm snowed under with homework. I'm snowed under with homework. بخشش من امروز با شب نشینی رفتن نمیتوانم. من وظیفه خانگی بین‌نهایت زیاد دارم. یعنی در وریانت تاجیکی ما میگویم که موی سرمون از کارمون از موی سرمون زیاد است. یعنی to be snowed under something. این بود دوستان درسی لایف امروزه از زبان آموز و در کامنتر برای ما نویسید شما دوستان که ما رو عینی حال تماشا دارید یا اینکه بعد از این لایف تماشا دارید، زیرا این لایف ما شام شنبه بنوار گرفتیم لایف برآمدیم و شما اگر ما رو بعد تماشا دارید در کامنتر نویسید که کدام وقت برای شما خوبه است که ما لایف های خود رو پیشنهاد کنیم. ما هر هفته چقدر که گفتیم از این بعد هر هفته شروع شنبه در کانال یوتیوب خود و در صفحه فیسبوک خود با زبان آموز لایف برآمد میکنیم و با سوال های شما ایده انگلیسی ایده شبکه زبان آموز و سوال های شما جواب میدیم. اگر سوال ها باشند دوستان پس آنها را در کامنتر نویسید و با این ویدیو حتما لایک کنید زیرا دیگران این رو بینند. تا درس های دیگر دوستان بای.